اگر جنی وجود داره رنگ چراغای پشت من عوض بشه. سلام، برای بکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز با بهروز جون اومدیم راجع به دین و دعا و شفا و این صحبت بکنیم. اگه میشه یه توضیح از خود لطفا بده برای کسی که نمی‌دونه کجاییم، بعد بریم جلو. اوکی، سلام سهیل جان عزیز، من بهروز هستم. کانال بک بنچر که الان حدود 4 ساله از زمان کلاب هاست شروع کردیم درباره علوم غریبه و دعا و جادو و انگشترهای موکلدار. حالا دست این اساتید فیک علوم غریبه رو کردن که چجوری دارن جیب ملت رو میزنن و الان هم که حدود 4-5 ماه در یوتیوب شروع کردیم و در اینستاگرام به این مبحث میپردازیم. خب الان مثلا خفن ترین داستانی که اتفاق افتاده که دیدی، مثلا پراکور ریخته که آقا چه اتفاقی داره میفته، میشه توضیح بدی؟ آره ببین الان آخرش پول دیگه. آره دیگه آخرش ببین همه اینا به پول میرسه. ببین مثلا اینجوری برای توضیح بدم که اینا چی کار میکنن. در ایران مخصوصا بیشتر اینا مانور دارن میدن، چون مردم حالا به خاطر شرایط اقتصادی که دارن، به خاطر کار نداشتن کار، شرایط اقتصادی بیپولی اسخای میکنم، اینا میرن پیش یک سری. اول استارتش از یک فالگیر شروع میشه که با فال تاروت و فال قهوه و این داستان ها، و فالگیر خودش کانکشن داره و کانکشنش یک دعانویس هستش که میگه تو سنگینی داری، طلسم داری، جادوت کردن و از این داستان ها که خالت کرده، دختر خالت کرده، یه خانومی قد کوتاه قد بلند، و اینو چیکار میکنه؟ میفرسته سراغ یک دعانویس. بعد دعانویس شروع میکنه همون حرفا رو بلغور کردن، عرضم به حضورت، به یک شکل دیگه ای. باز یه ذره شاخ و برگ بهش میده، میگه من باید یک دعایی رو برای تو بنویسم و یک مبالغی رو میگیره. حالا ببین مبلغ گرفتنش یک داستانه، اون که زنها و دختران میرن که ما باید رو بدن شما بنویسیم، شما باید معذرت میخوام. مثلا یک موردی رو داشتم، میتونم تعریف کنم یکی از موارد رو. یکی از موارد بود که در فضای کلاب هاست بود که ما اون موقع بودیم. یک خانومی اومدش که به من مراجعه کرد که آقا همچین داستانیه. گفتیم داستانش داستان تعریف کرد. گفتش که پیش یک آقای رفتم، گفته که تو سنگینی داری و جنها دارن در رحم تو تخم گذاری میکنن. اصلا من مونم، گفتم جنها در رحم تو تخم گذاری میکنن؟ گفت آره به من اینجوری گفته، به خاطر همین عادت ماهیانه من حالا یه ذره اینور و یه ذره اونوره. گفتم خب حالا راه چاره‌ای بود؟ گفت راه چاره‌اش اینه که گفته تو باید بری با یک مردی بخوابی و این مشکل حل بشه. گفته آقا من برم مثلا به بقال بگم، به چقال بگم، به کی بگم بیاد با من بخوابه؟ گفته نه موردی نداره، خودم میام باهات میخوابم، مجبورم دیگه چیکار کنم. و پول بنزینم ازش گرفته، پول کارم گرفته که یه شب بره با این بخوابه، که خدا رو شکر نشد، این داستان اتفاق نیفتاد. زود طرف فهمید که داستان چیه. منم فالگیرم. آردی منم میگم یه اصلا این آقایی که داده ایشون داره اشتباه داستان تعریف میکنه. همه خانوما آردی جن داره تخم میذاره توشون. منم راه حلش رو دارم، هر کی خواست به سود. الان تحقیقات سالیانه فهمیدیم که میتونید شماره 100 سهیل زنگ بزنید. خب ببین خیلی قویه دیگه. حالا من یه سوال دارم. من همیشه اینو من دیدم توی کل زندگیم که آقا آدما یه سری هستن، ببین آخرش مثل همین که میگم این تش میشه پول، این وریش تش میشه IQ. دقیقاً. متاسفانه یا خوشبختانه یا اصلا هیچ افتانه این اتفاقی که داره میفته دیگه، چون همه موجودا دارن ایوالو میکنن و دارن برتر میشن. خب ما تکنیکلی از خیلی بخوای بریم عقب، یه موش درست شدیم، بخوای بیا جلوتر از خانواده میمونا هستیم. واسه همین خب خیلی ساده است که الان تو مثلا برو خودتو بکش، به یه میمون بگو که آقا من فردا 4 و 10 دقیقه میام پیکاپت کنم. امکان نداره اینو تو بهش بتونی، چون نمیفهمه، منطق وقت رو نمیفهمه. هر کاری بکنی با هوش انیشتن میمون رو بیار. توی انسانام خب یه سری هنوز طرف میمونن، یه سری هم دارن میرن جلو. من همیشه به فکر میگم که مثلا اینا بچه‌ام بهش میگفتم اگه دنیا دست من بود همه داشتیم تو غار آتیش روشن میکردیم، چون هیچی من بلد نیستم از دنیا. یعنی مثلا من اگه سوار یه تایم ماشین بشم برم 700 سال گذشته، بعد از 20 دقیقه یا که تعریف کنم چه خبره و من چی میدونم، میگن تو دروغ میگی، تو از آینده نیومدی، تو فقط یه سری مثلا تصور میکنی، چون هیچی ندارم بهشون ثابت کنم. واسه همین دنیا دست مثلا حالا 300 نفر، نه
10,000 نفر که دارن دنیا رو میچرخونن، میفهمن چراغ رو درست کنن، دستگاه رو درست کنن که من بشم اینجا حرف بزنم هزاران نفر نگاه کنن. یعنی دنیا الان بخوای مقایسه کنی کلا 10,000 نفرشون رفتن اون جلوان. 8 بیلیون اینکلودینگ خود بنده جز مسافرایی. حالا این مسافرام یه سری فرست کلاس هستن، یک سری هم بیزنس هستن، یه سری هم به قول معروف اون پشت نشستن، یه سری هم شانسی هستن لاتاری بردن اومدن تو. آدما با آدما فرق دارن. آدمایی که مثل جناب علی یه خورده جلوتر باشی، دنیا رو بفهمی آقا این احمقانه. مثلا من بچه که من گفت من فالگیر چایم، قهوه مامانم آورد، بعد گفتم یعنی چی؟ گفت یه قهوه میخوای، بعد تاشو نگاه میکنم بهت میگم، بعد اینو نگاه که سه شروار مامان من گفت، بعد رفتم من قهوه نگاه کردم هیچ چیزی تا این قهوه نیست. بعد دیدم خب یعنی چی؟ چه مسخره بازی. همونجا من توی مثلا سن چه میدونم 12 سالگی 13 سالگی اولین باری که اینو دیدم فهمیدم چرت و پرته. بعد وقتی که تو آدمای عقب رو میبینی که باور میکنن یا حرف تو رو اصلا باور نمیکنن، این خیلی واسه من جالبه که میگم توی آدم که داری چیز احمقانه رو باور میکنی، چرا نمیای واقعیت رو باور کنی؟ میفهمم خودت نمیفهمی. یکی داره بهت میگه، یکی میاد بهت میگه تو تخمدونت جن گذاشته، تخم تو مثانت چی کجاش تو رحمش جن داره تخم میذاره، اینو باور میکنه. تو که بهش میگی که خانم اینا همش چرت و پرته، میگه نه بابا این یارو دیوونه است، این نمیدونه. خب بعد من همیشه دیدم کسایی که اون بالان دارن سعی میکنن کمک کنن هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مثل یه دونه یه دریاچه کوچولو میمونه که تو میخوای توش همیشه موج درست کنی، سنگای کوچولو هم داری، سالها میندازی این موجه هیچ اتفاق نمیفته. بعد توی آدمایی که باهوشن یه سریا میگن که خب ببین اینا که اون عقب هواپیمان یا هنوز مغزشون آیکیوشون پایین تره، اینا که گاون نمیفهمن. من چرا برم مثل بهروز وقتمو بزنم اینا رو ادوکییت کنم؟ چون یه نفر هست باهوشه مثلا اکس که نمیاد بهروز رو نگاه کنه، چون اکس میدونه اینا چرا بره، میگه خب اوکی مرسی گفتی جن وجود نداره. اون عقب مونده هم که درست نمیشه، پس کار بهروز الکیه، میاد شروع میکنه به اینا چیز فروختن و دعا فروختن و اینا. دقیقاً من همیشه حسرت خوردم که چرا من این شخصیت و کثیف رو ندارم که مثلا من میگفتم آقا فال میگیرم. تو نظر راجع به این چیه؟ ببین حرفات همه درسته. ببین یکی از میگم سوری جان مشکلات اصلی همین، حالا طرف بیکاره، طرف ببین خیلی راحته. الان یه کانالایی هست 100% شاید تو یوتیوب دیده باشی، کانالایی هستن که میان مثلا شما یک داستانی داری، این داستانو میفرستی واسه این کانال میخواد برای شما تعریف کنه. مثلا شما در داستان نوشی سلام من سهیل هستم، جن دیدم یک روز پشت سرم رد شد. این داستان رو جوری شاخ و برگ بهش میده از جن، یک ابر نمیدونم چیزی قهرمان درست میکنه که این جن چه کارهایی برای این کرد، حالا از یه بابت اینو نابودش کرد، شخصی نجات داد، یا این جن اصلا اتوماتیک اومد تو زندگی این به این کمک بکنه و به این چقدر اینفورمیشن های درستی رو به این میداد و شما قاعدتاً چیز میشی یک جوری. حالا من اسم این افرادی که دنبال جن و این مسائل میرن بهشون اسمشون گوشم سلسله پوک مغزها. اینا قشنگ چی کار میکنن؟ اینا میشینن تحت تاثیر قرار میگیرن، همزاد پنداری میکنن با این داستان، بعد میرن استاد فلانی، استاد اسمشون ماشاءالله انقدر زیاده. قبلا میگفتن هر کی از مامانش قهر میکنه خواننده میشه، الان هر کی از مامانش قهر میکنه واقعا یا دعانویس میشه یا عرضم به حضور شما انرژی درمانی میکنه، پاکسازی میکنه. و حالا یک سریاشون هستن سوری جان به اسم شیطانی هستن، طرف میگه آقا من کارم شیطانی که اونم هیچی حالیش نیست ولی میاد میگه. ولی یک سری هستن به عنوان اسلام و قرآن و الله، مثلا به طرف میگم آقا شما اذن این پاکسازیتون رو لطفاً از کی گرفتین؟ میشه بر من از الله گرفتم. گفتم الله چه جوری اومد این اذن رو به شما داد؟ خب به محمد که در غار حرا بود جبرئیل آورد گفت اقرا، به شما چه جوری داد؟ نامه داد،
وحی داد، فرشته‌ای رو برای شما فرستاد، گفت نه دیگه دلیه. الان نمیدونم اگر دیده باشین یا من چند تا ویدیو هم درست کردم، یه آقایی هست به اسم عبدالله علی مهاجر، ایشون سوال جان باور نمی‌کنی طرف خواهرش و مادرش رو میبره زیر دست این میندازه، جلوی خودش طرفو داره کتک میزنه به اسم که جن. خانمی از انگلستان بلند شده رفته میگه اسم جن چیه، میگه ریچارد. یعنی الان من تو اون ویدیو گفتم الان جوری با اون ریچارد برخورد کرد، با اون جنه، که الان من فکر کنم یک تحریم اساسی تری ما تو مملکت بگیریم سر همین جن ریچارد. ببینید در این حد میخوام بهتون بگم مسخره بازیه. بعد 2 میلیون تومان پول میگیرن. افرادی هستن در اینستاگرام بهش، نمیدونم اگر اینو بدونین برام خود منم خیلی جالب بودش که جنگیرها و کسایی که پاکسازی میکنن در اینستاگرام اسم اون قسمت اینستاگرام که این کار میکنن اسمش گذاشتن جزیره. افرادی هستن که با هم یا قوم و خویش هستن یا با هم رفیق هستن، این پاس میده به اون، اون میده به اون میده به این، یعنی یک نفر رو به مرز دیوانگی میرسونن. من با خانومی صحبت میکردم، خانومی بود این بنده خدا خودش خونه داشت، زندگی داشت، به ما با ما صحبت کردن که گفت ببین من تو خونه خودم شب نمیتونم بخوابم. ببینید اینا شاید در اوج خنده گریه داره، میگفت شب من در، چون اونی که باور کنه بی‌ناموس میشه، اونی که باور کنه چیزا رو خیلی مثلا فقط کافیه تو خونه. من دیشب نشستم خونه، چراغم گفت تق، بعد من برشتم چراغم نگاه کردم، خب گفتم که چقدر جالب این وقتی داغ میشه میگه تق، این که روشن نبوده داغ بشه. عجیبه برام چی دیگه میتونه اینو بکنه تق. آیا حرارت بیرون سرد و گرم شده؟ بعد 20 دقیقه دوباره گفت تق. حالا اگر یه نفر رفته باشه احیانا همون روز پیش جن، بعد بگه ببین شما چطور میگی اوکی من امشب یه کاری میکنم که تو زندگی اتفاق نیفتاده، تو فردا این شد، چون یارو داره، اگه من برم پیش یارو بگم تو چرت میگی، یارو میگه من خط آخرمه دیگه، این داره میره، مثلا یه چیزی بندازم که اگه گرفت دیگه یارو تو قلاده بگیرن. دقیقاً. بعد میگه امشب یه کاری میکنم، من همون تق رو بگه میگم ولم کن، بعد بعد شب 2 بار تق گفت. خب بعد این دیگه مغزم رو منفجر کرد. گفتم خیلی خوب اگه یه چیزی بوده، چون خودش رو روشن کنی خیلی داغ میشه، این وقت اونجوری میشه داغ میشه، روشن هم نبوده که الان بگی داره سرد میشه. یه تق قبول، تق دوم دیگه مغز کوچیک من نمیکشید که چی شده که تق دوم بوده. بعد طرف میگم الان خودم گذاشتم جای یه اونجوری، فکر کن کوینسیدنس هم بزنه یه دونه بخوره دیگه، تو تا آخر عمرت هر تقی میشنوی فکر کن با فکر کن بلند میشی با شوهرت و بچت مثلا میری مسافرت، یه تق میشنوی میگه آقا خونه رو بزنیم بریم، میگم میزنی توی مسافرت خودت و خانوادت و همه رو عصبی میکنی، بعد تو هم از ته قلب باور داری که داری درست میگی. دقیقاً همینه. میگم این خانم اصلا میگم من تو خونه خودم نمیتونم بخوابم، شبها باید برم خونه مادرم، روز اونجا فقط بیام یه وسیله بردارم برم. گفتم آخه واسه چی؟ گفت رفتم به من چند نفر گفتن تو توی زیر تخت جن داری، تو کمد جن هست، چه میدونم توی حموم جن هست، و یک نفرشو به من گفته نمیدونم برو مو رو وردار اینجوری کن اونجوری کن، اینو آتیش بزن تو حموم اینجوری کن اونجوری کن. گفتم بابا اینا تمام توهماتی که تو ذهن تو کردن، تلقین به تو کردن. 1 هفته تمام طول کشید، ما با این صحبت کردیم، این دیگه رفت تو خونش خواهی فهمید بابا اصلا جنی وجود نداره. حالا از این بدتر، از این نزدیک 70-80 میلیون تومان همینجور پول کنده بودن. گفتم عزیز من تو داری میری این پول رو به این یارو میدی، یارو شب میره برای زنش یه دونه طلا میخره، یه شیرینی میخره، نونخامه میخره، شب با زنش میره سان فرانسیسکو عشق و حالشو میکنه، بعد تو خونت حتی شب نمیتونی بگیری بخوابی. چقدر کثیف، خیلی باید کثیف باشی که از نه یه جوری نمیدونم چجوری بگم، نمیخوام بگم حقشونه ولی نه حقشونه، اینی که مثلا بخور سر، یعنی حقش از زندگی اینه، به خاطر این که مثلا من وقتی میخوام لامپ عوض کنم نردبون نمیارم چون قدم 2 متره، مثلا دستامو میکنم بالا میچرخم. بعد تا حالا شده من تو 50 تا خونه لامپ عوض کردم، حالا نه 50 تا خونه، 6 تا 7 تا خونه، که یارو یه چیزی گفته به من دهن تو سرویس نگاه کن نردبون نمیخواد لامپ عوض کنه. دقیقاً میدونی اینم همین چیزیه دیگه. یارو متاسفانه اگر این سرشو کلو نذاره یکی دیگه سرشو کلو میذاره. این آدم 100% قرار سرش کلو بره. اون یارو هم مثل من تو این موضوع رو دیده، گفته خب من چرا بیام مثل سهیل بگم که آقا پچ باور نکنین،
بیا باور کنین، این که خیلی راحت تره، چون اونی که باور میکنه دیگه سهیل نمیتونه چقدر از من بگیره، چون سهیل فقط میتونه فکت صحبت کنه، من دارم چرت و پرت میگم. وقتی یارو به چرت و پرت باور کنه که وقتی چشش رو میبندی یه اتفاق میفته، دیگه سهیل ازش خارجه. اون تقه رو به سهیل بگه، سهیل میگه من نمیدونم تقه رو چه جواب بدم، میگه دیدی جن دیگه، ببین جن منطقی. الان من خودم مثلا دیشب میگفتم جن وجود داره مثلا واسه 3 ثانیه، یعنی آدم میره و میخواد همیشه این توهم میخواد تو رو بگیره، چون مغزت همیشه داره حدس میزنه داره چی میشه. میگم چون یه چیزیم که داریم هی میخوایم بفهمیم داره چی میشه. فکر کن ما از یه خورشید منفجر شده توی دنیا، بعد از این انفجار یه سری عنصر درست شدن، پخش شدن، بعد این عنصرها اومدن خوردن یه جا جمع شدن، بعد به خاطر یه دلیلی شدین ما. یعنی چقدر این موضوع عجیب و غریبه. واسه همین انقدر داستان عجیب و غریبه. اونم میتونه باشه، یعنی جنم میتونه باشه، ولی اگرم بود من و شما فکر میکنم ما میگیم ما به عنوان انسان امروزی هیچ نوع وسیله نداریم که با این جن تماس برقرار کنیم. دقیقاً. ولی اینا وسیله دارن دیگه، اینا وسیله دارن. آره دیگه، اینا همشون وسیله دارن. الان یه آقایی هستش که آکادمی علوم غریبه ایکس، حالا دیگه ماشاءالله داره تو یوتیوب همین جوری شیلنگ تخته میندازه میره، در اینستاگرام همین کار رو داره میکنه. خودشون در ترکیه هستن، تا جایی که من میدونم عشق کانادا رو دارن که میخوان بیان کانادا، ولی هنوز موقعیت جور نشده که این آقای استاد بیان کانادا. ایشون داره به وسیله 72 دیو سلیمان، ایشون میگن که من امسال قراره 42 دروازه رو برای شما باز بکنم، که الان 2 تا دروازه رو به قول خودشون باز کردن. مردم رو میخوام به ثروت برسونم. میگه سیجیل مامون رو بکشید، سیجیل من رو بکشید در دست راست، سیجیل مامون در دست چپ، و همچنین در کاغذ بنویسید که مثلا من یک BMW مثلا X7 2024 میخوام، با این کاندیشن، با این رنگ، با این خونه، میخوام پنت هاوس مثلا در زعفرانیه. همه رو بنویسید، مامون بهتون میده، برید گوسفند یا مرغ خروسی قربانی کنید، این کارا رو بکنید. و ایشون فقط از یک خانومی در همین تورنتو نزدیک به 2 میلیارد تومان پول گرفته، از یک خانومی در لس آنجلس نزدیک 1.5 میلیارد تومان پول گرفته. این فقط 2-3 تا از این 1 میلیارد 2 میلیاردش. بعد چی به اینا میده؟ کریستال. یک کریستالای برای 7 چاکرا به اینا میده که چاکراها رو باز بکنن. بعد سوال جالبه که کریستالای این آقا در خود تهران پشت بازار شهرداری میگن میفروشن 2 میلیون 3 میلیون تومان. خانومی انگشتر از ایشون خریده بود 600 میلیون تومان. به وسیله همین گوگل لنز ما نگاه کردیم، در ترکیه $72 اون انگشتر، $72، 650 میلیون تومان این انگشتر رو به این فروخت. تمام رسیداشو برای ما فرستاد. یارو فقط 2 دستی میزد تو سر خودش. میگه موکلین من در این کریستال ها هستن. آخه مگه میشه؟ ببینید الان سوال جان یک چیز دیگه ای هست. ما میگیم آقا جن نیست، میگن نه تو نباید این از پایه خرابش بکنی، چون در قرآن به اسم جن اشاره شده، در ادیان دیگه بهش میگن مثلا ارواح شریر. گفتیم اوکی، در قرآن بهش شده. شما که مسلمان هستی، شما که دم از اسلام و قرآن میزنی، در اسلام و قرآن خود شما فرموده آقا شما ارتباط با این موجودات نباید داشته باشی. اگر ارتباط بگیری شما ساحری، کسی که سحر میکنه، به قول خودتون مسلمان هستین، جاتون در قعرقعرهای جهنم. خب چرا این کارو میکنی؟ میگم ما داریم به مردم کمک. آخه تو چه کمکی میکنی؟ شما چطوری میتونی؟ دقیقاً همه جواب خودتو دادی به نظر من. یه آدمی که با اینا کانکت بکنه، آدم خیلی دم محمد گرم. وقتی قرآن مینوشه به این فکر کرده، گفته خب من دارم واسه خودم یه توهمی میسازم، میگم یه غول وجود داره. اگه تو هم یه روزی اومدی گفتی تو همین غوله رو میبینی، من میدونم تو چه کثافتی هستی، تو جا ته جهنمه. این یارو همین داره میکنه، میگه اوکی من الان میدم مردم احمقم، میام چطور بهت میگم من میرم جهنم، ولی الان دارم ازش پول در میارم. اقتصادی